نگاش کن چقدر نازه. اما باورت میشه اگه بگم این کبوتر یه پهپاد جاسوسیه؟ چند روز یه تصویری عجیب منتشر شده که یک کبوتر در بدنش مدارهای الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته جاسازی شده. همچنین ادعا میشه که این یک پهپاد جاسوسی یا حتی انفجاری ساخت اسرائیله. این که این ادعاها واقعیه یا بخشی از یک جنگ روانی هنوز مشخص نیست، اما جاسوسی با حیوانات چیز جدیدی نیست. در دهه 1960 سازمان CIA آمریکا برای شنود مکالمات مقامات شوروی پروژه عجیب رو شروع کرد، پروژه گربه جاسوس. اونا با یک عمل جراحی پیچیده، میکروفون کوچکی در داخل گوش گربه، فرستنده‌ای در جمجمه و باتری زیر پوستش کار گذاشتن و حتی دم گربه رو هم به عنوان آنتن تنظیم کرده بودن. بعد از ماه‌ها تمرین، روز اجرای مأموریت فرا رسید. گربه قرار بود به آرامی به دو مقام شوروی نزدیک بشه و مکالماتشون رو ضبط کنه. اما درست وقتی از ماشین پیاده شد وسط خیابون با یه تاکسی تصادف کرد و مرد و اینطوری پروژه 20 میلیون دلاری آکوستیک کیتی در کمتر از 5 دقیقه شکست خورد. اگه از پشت پرده های دنیای امنیت خوشت میاد، جا تو پیج ما خالیه. فالو کن.